شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 28. پدرم از من سخت خفه شد. آخر در اینجا حقیقتا آب نیست. بعضن آدمان نان ندارند، لیکن مگر به این حال آنها خریدن ممکن است؟ این گپ را به گوشت حلقه کن پسرم. به حال کمبغلان و به حال کسانی که آب می جویند خندیدن ممکن نیست. خودتان درباره این کوچولینی هایی که خواستند پولشان را کلانتر کنند و آب زیادتر آید شعری هجوی نوشته بودید گفت وای خنده اشک آلود بود. جوانها این را فهمیده نمی توانند. تو حالا نمیدونی که برای داغستان آب چی معنی دارد. حبیبت خالت چی آرزوی بزرگی داشت است که در این جایی به آب می جوید. خیر خوبش دم شید. باران باریدن دارد. در این وقت حقیقتا شیر کنان ریزه باران می بارید. الا مرغان چرا این صبح دم خاموشی بگزینید؟ زیبس برده است هوش ما تنینی ریزشی باران. چرا ای شاعران این قدر خاموشید و حیرانید؟ زیبس برده است هوش ما تنینی ریزشی باران. و پدر همیشه می گفت که روزی به اول از کوه دور به واسطه قبور آمدن آب خوشبخت‌ترین روزی حیاتی او بود. تا آن روز پدرم برابری همه به دست زاغنور گرفته در ساختمان آب رسانی هر روز کار میکرد. من آن روزی آمدی آب را نغز در یاد دارم. وقتی که آب جاری شد پدرم برای آن حتی پرتافتن گلها را منع کرد. ساکنان اول کمپیری 100 ساله را انتخاب نمودند که اول او یک کوزه آب گیرد. کوهستانی زنی پیر کوزه‌اش را پر کرده از آن یک دلچه اولین را به پدرم داد. پدرم که آردین و مکافات ها داشت چنین گفت من به این خیل مکافات قیمت بها هیچگاه لایق نشده بودم. خودی همان روز او بخشیده با آب شعر نوشت و در آن شعرش به پرنده ها مراجعت میکرد که آنها دیگر خودستایی نکنند. اکنون ما مردم کوهستان هم از آنها بدتر آب نمیخوریم. او میگفت که از شیلدراسی آب دیده فورمتر آهنگی را در یگان توی و یا یگان اید نشانیده است. و باور کنانیدنی میشد که یگان سمندی بده، یگان بیتی جوان مانندی زنی که حالا به آب می رود خرامیده نمی تواند. وی با زغنول و بیل نوله های آبرسانی به انقلاب حمد و ثنا می گفت. زمانی را یاد می آورد که زمستان در نزد آتشدان برف را آب کرده ذخیره می نمودند. آن وقتا از برداشتن کوزه های وزنین قامت کوهستانی زنهای ما بر محل می خمید. آره آن روز برای پدرم روزی بزرگی بود. اینچنین یک ماه ایولی تفسانی مخچقله را یاد دارم. پدرم کسلی سخت اطرافش پوری دختر و دارو بود. او می گفت احوالم وزنین، اعضای بدنم رو 100 انبوری گراب به 4 طرف می کشد. وای اکنون دارو نمی خورد، زیرا چنین می شمارید که همه وقتش گذشته است، هم بیفایده. حتی نمی ماند که بالشتش را درست بکنه. هیچ فایده ندارد می گفت. هنگامی که احوالش تماما بد شد مرا فریاد کرد و گفت یک دارو است، همان احوال مرا بهتر می کند. چی خیل دارو؟ در دره بود سر چای خورده است. چشم خودم یافتگی از همانجا یک قلط آب. روز دیگر از کوهستانی زن به کوزه از همان چشم آب آورد. پدرم چشمانش را پرشیده کمی نوشید. تشکر طبیبی من. ما گشته نپرسیدیم که او کی را و چی را در نظر داشت. آب را
کوهستان زنگ را، چشمه دره دور را یا تمام کشوری عزیز را که این چشمه را با وجود آورده است. مادرم به من می گفت هر یک آدم باید چشمه مقدسی خود را داشته باشد و همچنین می گفت که اگر در نزدیکی کشتزار آبی سرد چشمسار شیلدراز زنان جاری باشد، در گرزن هرگز خسته نمی شود. روایتی هست که در ایام جوانی شامل و استادش قاضی محمد را در دره گیمری در برج جنگی دشمنان محاصره کردند. شامل خود را با پایان به بالای نیزه های دشمنان پرتافته با خنجر به خود راه گشاده است و از 19 جای بدنش زخم خورده با وجود این زنده مانده است و به کوه گریخته رفته است. مردم کوهستان گمان کردند که او هلاک شده است. وقتی که او در اول پیدا شده است، مادر سیاه پوشش با حیرت و شادی و سرور پرسیده است: شامل پسرکم چخیر زنده ماندی؟ در کوه با چشمه وا خوردم جواب داده است شامل. مردم کوهستان در بیابان عربستان از شتر افتیده مردن امام خود شامل پیر خود را شنیده در اول در تگ کوچه خود نشسته می گفتند. در آن نزدیکی چشمه داغستان نبوده است. در نوح من به سر قبر حاجی مراد رفته سنگ مزارش و چنین کتیبه آن را دیدم. در اینجا شعری داغستان مدفون است. من سری بریده این شعر را نیز دیدم: ای سر تو چی از تن جدا شدی؟ راه داغستان، راه وطن، راه چشمه را جسته ره گم زدم، گرنگ شدم. اولی من در دامن کوه واقع گشته است. در روبرویش همواره است و در آن همواره قلعه خنزخ است. قلعه را از 4 طرف اولوهای احاطه کردند که آنها از قلعه خیلی دورند. این قلعه با تیرکش و سنگاندازهای خود با اطراف دهان باز کرده است. وی تهدید می کند، باز می دارد، چشم می دواند. از تیرکش ها به سوی کوهستانیانی ناآرام و سرکش بسا تیرها پریدند. از تیرپرانی های این قلعه کبوترهای اولی من صده نه یک بار رمیده و در آسمان اضطراب‌آمیز پر زدند. نگاهی از همه خفناک و صدای از همه بلند کدام می پرسیدند کوهستانیان. نگاه و صدای قلعه خنزخ. اما به زمان من دهشت خنزخ فقط در افسانه و روایت ها آمده رسید. ما مکتب بچه ها از تیرکشای آن به یکدیگر نیم خورده های سیب یا برف می خوراندیم. بعضا شیپور پیانیری هم می نواختیم و ضمناً کبوترهای شاخه های اطراف را می فرمانیدیم. آره، در خنزخ مکتب جایگیر بود که من در آن 7 سال خواندم. من اکنون کجای روم، در کدام منزله باشم، از مغز گلدرس سیمفونیا، از مغز آهنگ‌های رقص، صدای طرب انگیز اول کودکیم، جرینگاس شادی آمیزی زنگ مکتب را می شنوم. صدای زنگ خصوصا همان وقت شادی آمیز بود که از تمام شدن درس‌ها خبر میداد. این صدا حالا هم به گوشم میرسد و مرا اکنون برای روی مکتب به کوچه، از مکتب به خانه، بلکه برعکس به مکتب به سین و خوابگاه هدایت میکند. در صنفمون ما 30 نفر بودیم. ماه یک بار هر کدام از درس‌ها آزاد گشته مشکاب میشد. برای گناه به این کار 2 روزه هم میماندند. ضمناً من بیگناه هم دائم 2 روز پیاپی آب میکشانیدم، چون که جوره و نوبتدار من عبدالغفور یوسف و وقتی رسیدنی نوبتش همیشه کسل میشد. یاد دارم که روزهای آبکشی من به 7م 8م هر ماه راست میآمد. چشمه بیرون از حدود قلعه بود. با اون طرف رفتن آسان بود. یکم اینکه ستیل خالی، دوم پیرهن شیب، فهمیدن دشوار نیست که در بازگشت وضعیت تماما دیگر میشد. بر ضمن این یک دوده مکتب بچگان با دولچه های الومینی مسلح شده در تنکوچه منتظری من می ایستادند. آنها تشنه بودند. به ستیل من در افتاده نیم آب را به دولچه ها گرفته نیمش را به زمین می ریزانیدند. از دست آنها خلاص شدن آسان نبود. من آب را می بایست تا مکتب برده می رسانیدم. درباره این چشمه قصه و روایت های بسیاری موجودند. اینک یکی از آنها که پدرم به من حکایت کرده بود، دیوارهای قلعه از زخم تیر غلبیر گشتند.
در بالای مناره‌های آن بارها بیرق‌های سبز و سرخ جای یکدیگر را گرفته پرافشانی کردند. در روزهای جنگ گرجدنی قلعه از دست به دست می‌گذشت. گاه سفیدها ضبط می‌کردند، گاه سرخ‌ها سفیدها را زده پیش می‌کردند. در آن گاه گوتسینسکی شینک می‌گرفت، گاهی پارتیزان‌ها قلعه را 6 ماه از دشمن محافظت نمودند، اما هر روز مدتی 2 ساعت تیر پرانی قطع می‌گشت. در همین ساعت‌ها زمانی محافظتگران از قلعه برآمده به آب می‌رفتند. باری پالکوونیک علی خانوف و پالکوونیک جعفروف گفت: بیا زنها را به آب رفتنی نمی‌مانیم، بگذار عطریت عطایف از تشنگی مرده رود. پالکوونیک جعفروف جواب داد: اگر ما به سوی زنهای به آب روند تیر گشاییم، آنگاه تمام داغستان از ما رو می‌گرداند. همین طریق تا زنها از چشم برگشتن نآیند، هر دو طرف صلح غیر رسمی را رعایت می‌نمودند. هنگامی که به مادری آن وقت بیمارم خبر مکافات لنینی گرفتن پسرش را رسانیدند، وی آه کشیده جواب داده است: خبری خوش، لیکن اگر می شنیدم که پسرم به یگان کمبغل یا یتیم دست یاری دراز کرده است، زیادتر خرسند می شدم. همان پول را برای به یگان اولی تشنلب آب گذرانیده دهد. مردم تعریفش می کنند. پدرش وقتی مکافات گرفتنش تمام پول مکافات را داد که چشمه های نو کافته یابند. جایی که چشمه هست پیراه هست، جایی که پیراه هست راه هست. راه به همه و هر کس در کار. راه نباشد آدم خانه‌اش را یافته نتوانسته به جر غیلیده می رود. پدرم دایم تکرار میکرد که من سالی در داغستان کافتن اولین کانال تولد شدم. این کانال را از سولک تا مخچ کندن. به آب حیات نیست. این شعاری در یک تخت فنیر نوشته را بناکاران کانال همراه خود گرفته می رفتند. اینک از تنی شاخها آب می تراود، گویا شهر را داستانی عظیمی کسی می فشارد. اینک آب از کوه‌ها سرازیر فرآمده، از بالای سنگ‌ها چهیده، از نوک شاخها پریده، مثل در رنده زخم خورده در تنگناها غوریده، در وادی‌های سبز و خرم مانندی بره‌ها بازیده می رود. داغستان ما را 4 دریای سیمینفام، 4 قیسو حاشیه بندی کردند. آنها را دریاهای سولک و سمور چون خواهران خودی پیشواز میگیرند. سپس همه‌شان دریاهای داغستان را، بحر را به آغوش میگیرند. آتش و آب تقدیری خلقها، آتش و آب پدر و مادر داغستان، آتش و آب خورجینی که تمام بساط مادران. در داغستان ما به نزد پیرانی برجامانده و بیکس پسران و دختران رفت در کار و بار خانه‌شان خواجگیشان یاری میرسانند. آنها پیش از همه چیکار میکنند؟ هیزم میکفانند و به کوزه ها آب میارند. زاغان سیاسی شامه میفهمند که در بونه آتش خاموش گشته است و همان دم به آنجا پریده میروند و قرقر میکنند. آتش و آب، این از آن دو امضا، دو رمزی که در زیر سازشنامه آفرینش داغستان ثبت گشته است. نیمی افسانه های داغستان در وصف جوان دلاور است که اژدها را کشته آتش آورده است تا که اول گرم و روشن شود. نیمی دیگری افسانه های داغستان در ستایش دختری دانا است که با حیله خواب اژدها را برانده آب آورده است تا که تشنگی مردم اول شکند و کشتزارها آب خورند. اژدهای از دست جوان دلاور و دختری دانا کشته شده به کوه‌ها، به سلسله کوه‌های قهوه‌رنگ تبدیل یافتند. داغ معنای کوه را دارد، ایستان معنای کشور را. داغستان کشوری کوهستان، کشور کوه، سرزمین کوهستان، کشوری سرفراز داغستان. به مثل کودک کاندر دبستان حرفها را جنگ اندازد، همیشه ویر می سازم، همیشه می کنم تکرار داغستان. به هر یک پرسش که یا چی بهتر دید کنم اظهار داغستان. به نام کی سرودی من، به نام او بکی از بحر داغستان. این قوم خرد بس اژدها را مغلوب ساخته است تا که همیشه آتش و آب داشته باشد. کنون دریاها نور می دهند، آب به آتش بدل می شود.
دو رمزی نخستین بر هم آمیخته یک می شوند. آتشدان و چشمه برای مردی کوهستانی عزیزترین سخنند. در حق آدم بیهنر و بیکار میگویند چراغی خاموش گردیده. در حق آدمی بد میگویند وی از قبیله کسانی است که به چشم توف میکنند. قدحی شراب را برداشته ما هم میگوییم حمد باد آن را که او دو مبدأ جاوید را، چشمه را و داش را شایسته دستان کرده است. 100,000 حمد باد آن را که به هیچ ادعا لمعه افروخته یا جوی آب کنده است. کوهستانی پیر از کوهستانی جوان میپرسد تو در عمرت آتش را دیده ای از آن گذشته ای؟ من به آتش خود را همچون به آب پرتافتم. آیا میدانی که یک خواب چه خیل می شود و تو خود را به آن پرتافته ای؟ خود را همچون به آتش پرتافتم. خیر، این طور باشد تو کلان شده ای. اسب را زین زن، تو را همراهم به کوه میبرم. یک کوهستانی به کوهستانی دیگری جنگ کرده میگفت مگر دودی موری من از دودی موری تو باریکتر است؟ مگر من به در یگان کس آب قرضگیری رفته بودم؟ اگر تو مرا همین خیل آدم میگفته باشی، گرد به پیشی هو انا وی شخ میرویم، همون جا یک به یک گپ میزنیم. در یک دروازه من چونین کتیبه را خواندم: در آتشدان الاف گیران است، درآید مهمان شوید. صد افسوس که داغستان چونین دروازه ندارد تا که در آن این سخنان ثبت کردند: در آتشدان الاف گیران است، درآید مهمان شوید. الاف در حقیقت گیران است، نه به شوخی نه برای اظهار فضل شما را تکلیف میکنه. شرم ندارید، درآید. در آتشدان الاف گیران است، در چشم آب شفاف است، بفرمایید نور دیده تاج سر. خانه. کلمه اولی ریک دو معنی دارد: سین و خانه. این دو معنی برای من یگانه اند. سین خانه، به سین بلاغت که رسیدی باید خانه خود را داشته باشی. اگر این ضرب المثل را به اوری تلفظ بکنیم، ضمناً ما این خیلی ضرب المثل داریم، چون این سخنبازی حاصل می شود: ریک ریک سین خانه. خوش که باشد داغستان از افتش کیا به سینی بلاغت رسیده است. بنابراین در زیر خورشید منزلی قانونی و استواری دارد. من از مادرم بسیار میپرسم داغستان در کجا؟ در گهواره تو جواب میداد مادر خردمند: داغستان تو در کجا؟ پرسیدم از یک اندیگی گرم شده به اطراف نگریست. این تل داغستان، این الاف داغستان، ابری که در بالای سر است مگر وی هم داغستان نیست؟ این خیل باشد آفتاب بالای سر چی مگر وی هم داغستان نیست؟ داغستان من در همه جا، جواب داد اندیگی. سال 1921 بعد جنگ گرجدنی اولهای ما خراب گشتند. آدمان گشنه بودند و نمیدانستند که پیش آمد چیست. انا همون وقت هیئت وکیلان مردم کوهستان به نزد لنین رفت. فرستادگان داغستان در کابینت لنین حرف نزده خریطه کلان جهان را گشودند. این خریطه را برای چی آورده؟ حیران شد لنین. شما غم بسیار خلقها را میخورید، به خاطرتان نمی ایستد که کدام آنها در کجا زندگی میکنند. بنابراین میخواهیم در کجا بودن داغستان را نشان دهیم. اما کوهستانیان هرچند جستند کشوری خود را یافته نتوانستند. خریطه کلان را دیده حسابشان را گم کردند، گوشه خرد زمین را گم کردند. آنگاه لنین به کوهستانیان از خریطه جایی می جستشان را فکر نکرده فورا نشان داد: انا همین داغستان شما. این را گفته لنین خوشحالانه خندید: انا این کله. از دل گذرانیدن کوهستانیان و به ولادیمیر ایلیچ لنین قصه از این پیش به نزد نارکوم کمیسری خلقی رفتنشان را نقل کردند. نارکوم از آنها با اصرار میپرسید که داغستان در کجا واقع است.
کارمندان نرکام هر خیل تخمین و فرض‌ها می‌کردند. یکی میگفت که این کشور در کدام یک طرف گرجستان است، دیگری میگفت که در ترکستان است، یکی حتی میگفت که در داغستان بر ضد بسماچی‌ها جنگیده است. لنین رو بیشتر خنده گرفت. در کجا داغستان؟ عجبا، غلطی. نرکام فهمونید که ترکستان در کجا و داغستان در کجا، بسماچی‌ها در کجا اند و موریدها در کجا. در دیوار خانه لنین در کرمل خریطه کلان کافکاس حال هم آویزان است. اکنون داغستان جمهوری خرد است یا کلان اهمیتی ندارد. همون قدری که لازم است در مملکتمان اکنون شاید کسی نمیگوید که داغستان در ترکستان است، اما در مملکت دور مرا لازم شد که چنین شرح رو بیان بکنم. شما از کجا آمدید؟ از داغستان. داغستان در کجا؟ در کافکاس. در شرقش یا غربش؟ در ساحل بحر خزر. ها، باکو. اینی باکو نه، اندک شمالتر. همسایه هاتون که ها؟ روسیه، گرجستان، آذربایجان. مگر در آنجا چرکس ها زندگی نمی کنند؟ ما گمان کردیم که چرکس ها در چرکسی زندگی می کنند. داغستانی ها در داغستان. تاج مراد تولستوی را خوانده اید؟ بستوژف، مارلینسکی، لرمونتوف آخر. در تموز روز اندر وادی داغستان، همان جایی که البرز در کبرده و بلقر، کازبک در گرجستان، از آنی ما اولی غنیب، خیر بعد صدا. بعضا در یگان مملکت دور مرا چون گفتگو لازم می شود، ولی مقال مشهور هست. دخترم به تو می گویم کلینم گوش دار. احتمال در ما نیز سطحی نظر یافت شود که در داغستان چرکس ها زندگی می کنند. گفته فکر بکند یا درستش عموما هیچ فکر نکند. من به جایهای دور سفر کرده در کنفرانسی و کنگرس و سیمپوزیوم های گوناگون اشتراک نمودم. آدمان گوناگون جمع می شوند از آسیا، از اروپا، از افریقا، از امریکا، از استرالیا، آنجایی که همه را از روی قطعه و بر معین می کنند. همچنین من از داغستان می گویم. خواهشمندم روشن بگوید شما نماینده آسیا یا اروپا؟ میپرسند از من. داغستان شما در کدام قطعه واقع است؟ یک پای من در آسیا، پای دیگرم در اروپا. چون این می شود که به یول اسب یک بار دو مرد دست می گذارد، یکی از طرفش، دویمی از طرف دیگرش. عیناً مانند همین به بالای کوههای داغستان دو قطعه از دو طرف دست خود را گذاشتند. دستان این قطعه ها در سرزمین من به هم پیوستند و من از این خرسندم. پرندگان و چرندگان، کوه و دریاها، آهوان و روباهان، تمام حیوانات دیگر هم مال اروپا اند و هم از آسیا. در نظرم آنها کمیته یگانگی اروپا و آسیا را تشکیل کردند. من با شعرهای خود از جان و دل عضو این کمیته می شدم. اما یک زمره آدما گویا برقصد باشد به من می گویند با تو چی هم می گفتیم تو آسیایی، یا برعکس در یگان جایی مرکزی آسیا می گویند از تو چی گیله تو اروپایی. من گپی اولی ها را رد نمی کنم، دویمی ها را هم حق بر جانب هر دو. بعضن بزن اظهار محبت بکنی و سر جنبانیده می گوید شرقی مکار مغنبیر. بعضن میهمانان داغستانی آمده در رفتارت یگان چیز را دیده سر می جنبانند. این نغمه های اروپایی خوش که باشد. داغستان شهر را دوست می دارد، اما غرب نیز برایش بیگانه نیست. داغستان مانند درختی که به مغز زمینی دو بر ریشه دوانده است. در کوب من به فیدل کاسترو چکمنی خودمان را تحفه کردم. چرا تگمه ندارد؟ با حیرت پرسید فیدل. برای آن که اگر ضرور شود زودتر از کیت پرتفته به شمشیر بزنی. حقیقتا لباسی پرتیزنی بوده است. شرحی مرا قبول کرد فیدل کاسترو. داغستان را با مملکت‌های دیگر قیاس کردن معنی ندارد. برایش جای خودش خوب است. بامش نمیچکد، دیوارهایش کج نشده است، درهایش غجیر راست نمیزنند، شیشه تریزه هایش نشکستند. کوهستان جای تنگ است، اما دل مردمش وسیع. تو میگویی که سرزمین من خرد است، از آن خودت کلان است مگر؟ میپرسید اندگی از یک آدم. این طور باشد بیا شهر. سرزمین کی را پیاده زودتر طی کرده میبرایم. من از آن تو را
یا تو از آن مرا. کو بینم تو به خله های مچخیل می برایی، به شاخهای مچخیل چسبیده حرکت میکنی، در دره های مچخیل گوک میکشی، به جره های مچخیل غلیده میروی. من به کله کوه بلندترین داغستان برآمده اطراف را تماشا میکنم. راه ها به دورادور طول کشیدند، چراغ‌ها در دار و دار چشمک میزنند. از دورادور صدای زنگوله ها به گوش میرسد. زمین در مغز ابرهای تنک نیلگون ناپدید میگردد. برای خاک وطن ایستاده جهان را نظاره کردن مرا خوش است. آدم وقتی تولد شدنش برای خود وطن را انتخاب نمی کند. چه خیل وطنی که رسد. از من هم کسی نپرسیده است که آیا من داغستانی شدن می خواهم؟ اگر من در جای دیگری کره زمین از پدر و مادر دیگری تولد می یافتم، برایم از آنجا عزیزتر کشوری وجود نمی داشت. از من نپرسیدند، ولی اگر حاضر پرسند من چی باید جواب بدهم؟ از دور آوازی تنبور می آید. آهنگشم برایم شناس، شعرشم. رودها پزمان دریاها هستند، همچنان دریا بود پزمان رود. در کفی دست بغنجد دل، ولی کی بدل گنجد جهان به حدود. جمله اقصای عالم خوب نیست، لیک داغستان بود از جان عزیز. این آوازی تنبور نواز نه، بلکه خود داغستان به زبان حال آمده می گوید. هر کیم دیده است و از من نارضاست، راهی کوی خیشتن گیرد رواست. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگل یوسفووا. پایان گفتار 28.